салом, имрӯз ҷумъа 18 ноябр аст. Ман Хиромон Бақозода нашри имрӯзаи барномаи ахбори озодиро тақдими шумо мекунам. таваҷҷӯҳ кунед ба сархати мавзӯъҳо. парлумони Қирғизистон тарҳи баҳсбарангези созишномаҳои таъину аломатгузории марз бо Ӯзбекистонро тасвиб кард. Навбат ба баҳси марзӣ бо Тоҷикистон мерасад. растаҳои тоҷикӣ калонтарин бозорҳои шаҳри Алмато аз фурӯши пойафзол то меваи хушкутар нигоҳе ба тиҷорату соҳибкории тоҷикон дар Қазоқистон. падаро бобоҳои мо ҳаминҷо омада савдо кардагӣ. мо асосан инҷо мардуми Исфара, Ворух ҳаминҷо ҳасрати китобу китобхонӣ китобфурӯши собиқа доред дар Душанбе мегӯяд дур шудани ҷавонон аз китобхонӣ ба ояндаи онҳо зарбаи ҷиддӣ мезанад. برای یک کتاب خوندن یک پند حکمت یاد گرفتن می‌دیدن اینا بخارا و سمرقند که هندوستان رو می‌رفتند. پارلمانی قرغیزستان طرح سازشنامه‌های تعیین و علامتگذاری مرز با ازبکستان و مدیریت یکجای آبانباری کمپیرآباد را تصویب کردند که جنجال و کشمکش‌های سیاسی زیاد به همراه داشت. طرح سازشنامه‌ها را روز 18 نوامبر یعنی امروز قبول کردند. این سندها اجازه می‌دهند دیگر دو کشور به تعیین و علامتگذاری مرز آغاز کنند. قرغیزستان و ازبکستان تقریباً 1380 کیلومتر مرز دارند و 15% خطی آن تعیین و علامتگذاری نشده بود. قمچیبک توشیف رئیس کمیته امنیتی ملی قرغیزستان که سازشنامه ها را در پارلمان معرفی میکرد گفت یگان پارچه از قلمروی زمینی کشورش را به ازبکستان ندادند. هرچند به قول خود او تقریبا 4,500 گکتار زمین زیر آب به اختیار همسایه کشور گذاشته است. پارلمان ازبکستان طرح سازشنامه تعیین و علامتگذاری مرز را پیشتر تصویب کرده بود. صادر جبارов رئیس جمهوری قرغیزستان دیروز در جلسه پارلمانی کشورش گفت امیدوار است مسئله دردناک تعیین و علامتگذاری مرز با تاجیکستان تا آخر امسال حل شود. تاجیکستان هنوز به حرفهای جبارов هیچ واکنشی نکرده است. دادگاه عالی تاجیکستان رحیمزاده دادرسی سابق دادگاه ناحیه سینای شهر دوشنبه را با گناه گرفتن رشوه به 5 سال زندان محکوم کرده است. حکم هفته گذشته صادر شده تازه به دست رادیوی آزادی رسید. رحیمزاده که نیم سال پیش با یک فرمان پرزیدنت امام علی رحمان برای صادر نمودن کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزند از کار رانده شد، برای ستانیدن $800 جزا گرفته است. در دوام 10 سال اخیر 30 دادرس برای کرداری که شأن و اعتبار سودیه را پست میزنند از منصب رانده و دستگیر و به زندان محکوم شدند. در کلانترین بازارهای شهر الماتو رسته‌هایی هست که آنها را رسته‌های تاجیکی نام میبرند. در این نقطه‌های سودا اساساً فروشندگان تاجیک کار میکنند. دوام 30 سال اخیر مرحله به مرحله فروش میوه خشک و تر و پایافزال در بازارهای الماتو اساساً به اختیار تاجیکان گذشته است. فرزان محمدی و مولا رجب یوسفی از این بازار دیدن کردند. این گزارش را آماده نمودند. بازار کبودی فروشی یا معروف به زیلان بازار یکی از کلانترین نقطه‌های سودا در شهر الماتو است. فروشندگان میوه و سبزیجات اساساً تاجیکانند. قسمی از تاجیکستان آمدند و قسم دیگر از سمرقند ازبکستان. مهم یونوسف از شهر اسفره تاجیکستان است. او را در این بازار با تخلص یلتسین میشناسند. خودش میگوید هنوز در جوانی به خاطر فعال بودنش او را به رئیس جمهوری سابق روسیه بوریس یلتسین مانند میکردند. یلتسین تاجیک بیشتر این میوه ها را از ولایت سوغدی تاجیکستان میآورد. 92 سال همینجا اومدگی، اما پیشتر به اینجا پدرها باباهای ما همینجا اومده سبدا کردگی. ما اساسا اینجا مردمی اسفره، وروخ همینجا که کلینتش بسیار باشد سوداش نقش شدن میگیرد. مهمان یونوسف 29 سال پیش به الماتو میوه خشک آورده یک لخت میفروخت. حالا به سودای چکنه گذشته است. او و دیگر تاجران تاجیک در قزاقستان حق اقامت دائمی دارند. به این سند به شهروندان خارجی اجازه سودا داده نمی شود. مشکل اساسی صاحبکاران در این بازار نرخ اجاره است. من میخوام کسی اپرات هر یک سومی فروختگی و ما چکش میبریم. این مسئله انداز با سونی аренда мегӯ аренда ҳайко аренда мегӯям акун розиман переводаш тоҷикӣ намедам
اجاره میتین اینجا اجاره برای بازار میتین برای بازار اجاره отдельно налог отдельно کار تاجران تاجیک در اینجا تنها به فروش میوه خشک محدود نمی شود. در بازار معروف به برخالکه هم تاجران تاجیک زیادند. اکثر آنها زادگان منطقه رشت بوده در سالهای جنگ شهروندی به قزاقستان کوچیدند. تاجران میگویند سودا در اینجا نظر به تاجیکستان بیشتر است، اما اجاره دکان هم دندان شکن. به غیر از سودا، مهاجران تاجیک در قزاقستان به بیناکاری و بارکشانی نیز مشغولند، ولی مهاجران ناکام هم هستند. آره که نمیدونن سوادشو کم است، عقلشو کم است. ایرو همی خورشیدنش ایرو همیه. تاجران تاجیک به صورت عموم از شرایط کار در الماتا راضی‌اند و خود را سفیران تاجیکستان نیز می‌شمارند. نه تنها ما میوه تاجیکستان زردالوی خشکی مردم تاجیکستان هم معرفی بکنیم. اینجا بسیار توریستا میان، ما گام میزنیم و یا کتی صحبت میکنیم، نه تاجیکستان ما دعوت میکنیم که روان تاجیکستان ما این میوه ها همش از تاجیکستان. اکثر آنها با سفارت تاجیکستان در آستانه رابطه خوب دارند و در معرکه‌های آن شرکت می‌ورزند. اما به گفته برخی از تاجران سفارت نه همیشه از حقوق‌های آنها حمایت می‌کند. فرزان محمدی، مولا رجب یوسفی، رادیوی آزادی. شما در این آخرها از خود پرسیدید که کی باری آخر کتاب به دست گرفته بودید؟ یک آموزگار و کتاب فروشی سابقه داره در دوشنبه میگوید با وجود همه مشکلات کتابخانه باید عادت شود و به خصوص جوانها باید مطالعه رو قربانی معتادی به اینترنت نکنند. شیرعلی حاتموف که یک کتاب فروشی دوشنبه را میچرخاند از آن حسرت دارد که مقام کتاب و کتابخانه امروز پایین رفته است و این چیز به آینده جوانان ضربه جدی میزند. با این پیری کتاب فروش همکارم شهلای عبدالله شناس شد. شیرعلی حاتموف 75 ساله کتاب فروش است، اما نه از روی ضرورت بلکه به خاطر معرفت جوانان. کتاب پیشروی حق، پیشروی دولت. خیلی شما فکر کنید که همه آدم وقتی پیری نبود، همه آدم وقتی بودن، چه خوندن؟ همه کتاب خوندن که آدمشن برای کتاب خوندن یک پند حکمت یاد گرفتن می‌دیدن اینجا بخارا و سمرقند که هندوستان رو می‌رفتن. حالا در یک دکانچه خرد در مرکز شهر به مشتریان نه تنها کتاب می‌فروشد بلکه به آنها مصلحت و مشورت هم می‌دهد. شدم میگه که سوی کلاس کارم شد هرکن سعدی، حافظ، عمر خیام، نظامی گنجوی، بیدی یک چیزای بزرگنده کتاب. وقتی این کتاب می‌خونده خیلی آدم راحت می‌کنه، کیفیت می‌بره. در این دکانچه خرد و تنگ از 300 تا 500 کتاب جای می‌گیرد. کتاب‌ها را عادتاً ساکنان می‌آورند. روزانه 5، 8 و یا بعضا وقتا تا 15 کتاب فروخته می شود. کتابدار و کتاب فروش دارای تجربه 20 ساله بر این است که توجه جوانان به کتاب خیلی کم شده است. تنها نفرانی که تحصیل می کنند از روی مجبوریت کتاب می پرسند. خونی چیکار میکنید؟ پلان خیلی پلان آدمی نخوندید چی نشید خیلی تحصیل بودید خطا هست. خطا چیز با نخونی آدم آینده باید بگید بخونی یا تربیت کنی. مشتریان میگویند هرچند کتاب های این دکان نو نیست ولی هم از روی نرخ و هم موضوع برای دوستداران کتاب دسترس و پسند است. کتاب این چیزی است که وای کهنه نمی شود، ماهیت بزرگ دارد. برای همین گرچند صفتش هم وای رود، صفتش فرسوده می گردد، حرفاش خیره میشن لیکن ماهیت اصلیش گم نمی شود. میبینن از همینجا دسترس میکنن. این مرد که 38 سال عمرش را در کار آموزگاری سپری نموده است برای بهبودی وضع کتابخانه پیشنهادی دارد. دولت اهمیت با
سیستم معرف با بلند برداشتن در کار بزرگ همشه سیستم معرف دادن در کار برای که من یک کتاب خوندم در سال جنگ دوم جهان وقتی که میزنن مدرسه که خلاصی میزنن همه میسوزده بعد همه علمون جمع میشن میگه چکار کردن در کار یکی ما باید همه بوزه در معرف تیم سیستم معرف بعد مثلا میکنم بوزه همه سیستم معرف میتن بعد یکی ژاپن یک دولت پرخواد بود در دنیا ممکن پرخوادترین ژاپن باشه که اینوش پیش رفته اگه ایسو بشه ایسو سیستم معرف حکومت برای تبلیغ کتاب و کتابخوانی آزمون فروغ صبحی دانایی می‌گذراند. این آزمون توجه را به کتاب بیشتر کرده است ولی به چنین شخصانی که هر روز با جوانان سر کار دارند و هر روز آنها را به کتابخوانی دعوت می‌کنند تشبوس‌های بزرگ کم ثمر خواهند بود. و یادآور می‌شویم دزدوران فوتبال در انتظار حادثه مهم سال هستند. از 20 نوامبر تا 18 دکبر در قطر 32 منتخب بهترین عالم برای جام جهانی سال 2022 سبقت خواهند کرد. طبق حساب‌های تخمینی قطر در دوام 12 سال آمادگی به میزبانی این مسابقه مهم بیش از 200 میلیارد دلار صرف کرده است. دسته غالب 44 میلیون دلار جایزه خواهد گرفت. اما در عرصه مسابقه حامیان حقوق و دستاندرکاران فوتبال اظهار نگرانی میکنند که این کشور خرد خاورمیانه قدرت قبول مقدار بزرگ سیاحان را ندارد و یا احترام حقوق اقلیت ها را به جا نمیآورد. گزارش اسکندر خواجه میرزاده در این باره. روز جمعه منتخب فوتبال اسپانیا وارد قطر شد. سرمربی دسته برنده جام جهانی سال 2010 لوئیس انریکه باور دارد که فوتبالبازان اسپانی ناکامی‌های 2 جام جهانی اخیر را کنار گذاشته این دفعه تا بازی فینالی می‌رسند. ما از خوف محو نشده از قوه آزمایی اول تا آخر حمله خواهیم کرد. با هدف تماشای هنرنمایی 32 دسته بهترین فوتبال جهانی در جام قطر 2022 روزمره تا 900 هواپیما در 2 فرودگاه این کشور به زمین می‌نشیند. مأموریت جام جهانی پیش بینی می‌کند که 5 میلیارد نفر مسابقه را توسط تلویزیون و کمش 1,200,000 سیاح خارجی در ورزشگاه‌های قطر تماشا خواهد کرد. بعضی هواداران فوتبال اصرار می‌ورزند که قطر از حساب فساد در اتحاد بین المللی فوتبال فیفا میزبانی جام جهان را صاحب شده است. آنها پیشنهاد کردند که جام جهانی بایکوت کرده شود. سابق رئیس فیفا جوزف بلاتر هم انتخاب قطر را خطا نامیده است. مساحت این کشور به 11,500 کیلومتر مربع برابر است. تا کنون چنین کشور خرد میزبان جام جهانی فوتبال نبوده است. منتخب فوتبال هلند تصمیم گرفته است که مهاجران کاری مستقر در قطر را به تمرینگاه‌هایش دعوت کند. به قول سرمربی این دسته لوئیس ون هال به این وسیله احترام به حقوق کارگران نشان داده می شود. در همین حال رئیس فعلی اتحاد بین المللی فوتبال جانی اینفانتینو در مراجعتش به دسته های شریک در مسابقه دعوت کرده است که توجه به فوتبال باشد و دسته ها به بحث های ایدئولوژی و سیاسی وارد نشوند. در همینجا نشر امروزه برنامه اخبار آزادی به پایان رسید ولی خبرهای نو و مهم را از سامانه azadi.org و صحیفه های رادیوی آزادی در فیسبوک و اینستاگرام و تلگرام و تیک تاک و همین کانال آزادی ویدیو در یوتیوب دریافت کنید. به خبر نمانید و با رادیوی آزادی بمانید. صبح روز دوشنبه همکارانمان از شهر دوشنبه و پراگ شما را با خبرهای تازه دیگر آشنا می‌کنند. تا دیدار در برنامه ها.